واقعا هم نصرت الله مقصون و شیرین شاه تیمور در شرایط فعالیت می بردند که برای ملت تاجیک این دوره هم از جهت سیاسی حساس، هم از جهت دیگر تقدیرساز به حساب می رفت و به مشکلی های زیاد سیاسی، به مشکلی های زیاد ایدئولوژی غایوی نگاه نکرده آنها استفاده کردند برای بنیاد تاجیکستان نوین و برای ما، برای نسل های آینده تاجیکستان واحد را آنها بنیاد گذاشتند و نثار محمد باشد یکی از قهرمانان ملت ما به حساب می رود که در آن دوره برای بنیاد تاجیکستان نوین، برای رشد بیشتر معارف و علم و فرهنگ جمهوری تاجیکستان سهم ارزنده خود را گذاشتند و به وطن برگشتن مشک خاک این ابربردان ملت برای جوانان امروزه بسیار افتخار هم است و عبرت هم به حساب می رود.